دارم همه پسرا رو امتحان کنم. جان سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال یوتیوب و من سوگل پریسا. سلام علیکم. اومدیم با یه ویدیو خیلی خفن. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. عاشقی حتما بکنید با ویدیومون. کامنت خارجی بذارید. بریم ببینیم چیا آقا تانکس بود از این چیزا بزنید. بازی چی بود؟ بازی اینه که ما یه سری ویدیو رو نشون میدیم به هم دیگه. خنده کلا دارن. آره ویدیو خنده دارن. جفتی دهنمون آب میریزیم. نبایدم بخندیم، اگه بخندیم و یعنی این سطح زودتر باشه دیگه باختیم میگیرم. اول آب کنیم تو دهنمون. راست میگی. اول ویدیو رو ببینیم. انگار آب آوردیم بخوریم. وای من نمیتونم نخندم. whole school. شانس بریدم مهدی مخاک کرونا و من خوفاش چه کنه ایچه هرچی کنم نکنه ده ما گربه اسم عربان مردد رو بدر شیر قوت داد بیار رو بدر ها پیا کدر وازه بیار رو بدر چه جون مهوی اگه مده تو سه بدبختی وای بعدی میخوام من یه بار وای میگه من من دوبار آوردم. چی؟ واقعا من نفهمیدم. دوبار آوردم و دوبار آوردم که قشنگی نیست. زشته. ولی بیت شما چند وقت معتادی آقا؟ ما عرضم به حضور گزارش پنج آشنایی. زنده باشی خدا قوت. بله. بود بر شما. ما عرضم به حضور پیگیر برنامه شما بودیم. عرضم به حضور یه مقداری ما شاهد چیز بودیم. البته ما هم چیز شدن مشکوک شدن. آره همینجا اومدن آل جناب دستشون درد نکنه ما همینجا چیز کردن راهنمایی کردن. ببین الان شما معتاد نیستین یعنی؟ نه هیچی؟ چون من گزارش 5 رو همیشه نگاه میکنم به هیچ عنوان من اصلا گزارش 5 یعنی پسر جانم ایشون علامت گذاری بشه تستشو بگیریم ببینیم اتفاقا برنامه اشاره رو هم نگاه میکنه آقای سالار رو احتمالاً به خاطر همون عرض شود که مشکل پیش میاد. بله البته ما یه خورده خوشحال شدیم که شما رو دیدیم. عزیز ما هم خوشحالیم ولی خب من خوشحال میشم شما رو جای چیز ما رفتیم تو گل با کمر الالوس وایسا جون مادرم من عرق نخوردم من درستر بخورم سرم پرپری مره من عرق بیت مشکم بخورم حالا غرغری مره من برم کنید جون بابا جون مادر ماما آیه امامی. سلام استاد. سلام، شما امامی؟ بله بله. منم پیغمبرم. استاد خیلی شوک شدن دیگه از وقت آنلاشون امامی وای بزنه بخند چرا آموز من من رو دید
گند زدم بودم بابا. شما امامی؟ منم پیغمبرم. رسیدم بخورم. انت بابا انت بابا كم بدي رفيده كم شو توی دنیای خدا نیلوفر خودت میدونی من توی دنیای خدا فقط تو دارم. خودت میدونی چه سختی هایی من برای تو کشیدم. تامان عاشقی اینه. خیلی تأثیر گذار بود. چرا هیچ خانم دکتری تو کار خط نیست؟ واسه چی؟ چون هیچ بلبل عاشقی شاخه‌ای رو که روش میشینه رو قطع نمی‌کنه. شاخه‌ای رو که روش میشینه رو قطع نمی‌کنه. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. 10 دقیقه سکوت. آخرین دوره‌ای که رفتم مراقب دیدم میگن که بهتره همه این حرکت‌ها توی درس انجام بشه. یعنی قرار پوزیشن بگیرید، گربه می‌رید، سجده می‌رید، هر کاری که می‌کنید تو درد نداری استراحت. آره. من گرفتم. فیلم رو گرفتم. خب ما همراهی آقایون عزیز رو من دوست دارم همه پسرا رو امتحان کنم. نمیدونم چرا اصلا دوست دارم با همه پسرا باشم. ای خاک بر سر چلنبت ورد. نمیدونم این چه حسیه که من نسبت به همه پسرا دارم. دوست دارم همه رو امتحان کنم. خیلی اوضاع خیته. چند سالتونه؟ من 22 سالمه. و با پسرهای مختلفی تو ارتباط بودی؟ آره من اصلا تا حالا اینطوری نبود رابطم یک ما با یه پسر بمونه. اینجوری بود که از این شاخه به اون شاخه زیاد پریدم، از این پسر به اون پسر. 2 روز با یه پسر میمونم حسم بهش میره، دوست دارم یه پسر. میگم چرا اون خواننده میگفت پیش من چادر رو بردار؟ خلعنتی از اون کله کچلت میترسه چادر رو پیشت برداره دیگه. وای دهنم درد گرفت. یعنی این چه چالش مسخره بود. مرسی ازتون. لایک، کامنت، سابسکرایب. کامنت انگلیسی یادتون نره. جایزه هم میدیم. آره جایزه هم قرار بذاریم. دوستتون داریم. یه ماش جایزه. بای.